در دوره پذیرفتن تشبث پیشوای معظم ملت از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد دایر به سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخا با ابتکار ریاست دانشگاه ملی همایش جمهوری علمی نظروی در موضوع تشبث‌های پیشوای ملت در ساحه آب و اقلیم، اقتصادات و اکولوژی دایر گردید. گزارش نوبتی برنامه با پیگیری همین چاره‌بینی آماده شده است. در همایش جمهوری علمی نظروی در موضوع تشبث‌های پیشوای ملت در ساحه آب و اقلیم، اقتصادات و اکولوژی ضمن سخنرانی خود رکتور دانشگاه پروفسور نصرالدین زاده امامعلی ذکر کرد که تشبث‌های جانب تاجیکستان در شخصیت سرور دولت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان باید به جلب نمودن توجه جامعه جهانی به حل و فصل و دریافت راه و اصول‌های رفع مشکلات وابسته به آب و اقلیم خیلی مهم و سر وقتی‌اند. اقدام‌های عاقلانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت راه‌اندازی همکاری بیشتر جامعه جهانی در راه رسیدن به رشد استوار در ساحه آب و اقلیم زمینه مساعد فراهم می‌آورند. در شرایط امروزه محض موقع‌گیری مجموعی می‌تواند برای حل مشکلات روزمره، رشد اقتصادی سبز و پیشرفت باثبات زمینه با اعتماد گذارد. سپس در موضوعهای تشبث‌های پیشوای ملت در ساحه آب و اقلیم، تکمیل مکانیزم اکولوژی اقتصادی اداره‌کنی آب استفاده‌بری در جمهوری تاجیکستان و اقتدار و دورنمای ترقیات منبع‌های برقرار شونده انرژی، تمایل جهانی و عملی از جانب استادان دانشگاه معروضه پیشنهاد گردید. ضمن برآمدها تاکید شد که ما مشاهده نموده ایستادیم که پیشوای معظم ملت طی 12 ساله اخیر از منبرهای بلند جهانی مسئله مذکور را برداشته جامعه جهانی را از عاقبت ناگوار آن به سیاره هشدار می‌سازند. تاکید گردید که تشبث پنجم تاجیکستان سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخا گواهی باز هم بلند گردیدن آبرو اعتبار کشور ما در عرصه جهانی می باشد. با نظرداشت پیشنهادهای سروقتی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان وابسته به مسئله آب و اقلیم، ما را ضرور است که همچون متخصص و محقق تشبثکار باشیم و تمام چاره‌بینی‌های به نقشه گرفته را پیگیرانه به طور مقصدناک و در سطح بلند اجرا نماییم تا که آنها بهر رشد استوار و عملی گردیدن اقدام‌های نوبتی ثمره دلخواه دهند. خلاصه شد در ادامه چاره‌بینی در دانشگاه ملی تاجیکستان.